بچه ها خیلی تو ایمیل ها سوال داشتن، گفتن تو چرا همش روزا رو این مبل تلپ میکنی؟ این کلمه تلپ توی سوال ها بود، چون حاجی برگه این مبل حاجی بوده قبلا. حاجی برگه بایستن حاجی سیده دیگه، گویسان من جد خودم رو آغشته کردم به این مبل، فهمیدی؟ گفت تو هر روز صبح که بیایی روی این مبل باشی گفت جدی میشی. گفتم حاجی جدی یعنی چی؟ گفت یعنی جد من پشت نگهدار توه، چون اینم سبز دیگه. حاجی خیلی شبا روی این آغشته کرده این چیزا رو. حاجی بد چیز ترسناکی ها. حاجی رو میبینم یاد میکس، اسمش نمیتونم تو اینستاگرام بگم، قد میکنم.